آموزش مایکرافتی پارت اول. آیا دوست دارین یه خواب خیلی عالی در مایکرافت تجربه کنین؟ پس خوب جای اومدین. هر وقت میخواستید تو مایکرافت بخوابید تو اوورورلد نه، بیاین تو ندر یک تخت بذارید و بخوابید به همین سادگی. حالا ببین میترکه اینا همش موده که بقیه میریزن تا تخت بترکه. در واقع میشه راحت تو ندر خوابید. الان من بدون مود میام این ویلیجر رو میذارم و این نگاه کنین الان چه تخت برای ایشون نترکید، چون بهترین جای ندر همین جاست که بخوابی. فقط توی ندر با آسایش بخواب و صبح میشه قشنگ و میتونی اوورورلد رو صبح کنی بعد از دروازه رد شی و این بهترین چیز ندره که بتونی تو ندر بخوابی. همیشه این کلاها رو بپوشین بعد برین تو آب، چون اینجوری افکت میگیرین و هرچی برین زیر آب این افکت بی‌نهایته و این تا هیچ وقت افکت تموم نمیشه و تا بی‌نهایت مدت این افکت همراه شماست و پایان نداره. ولی اگه کلاه در بیارین افکتش تموم میشه بعد 10 ثانیه و میمیرین. برای همین با این کلاه برین زیر آب تا بی‌نهایت. اصلا میخواین زیر آب زندگی هم میتونید بکنید. همیشه وقتی یه زامبی رو گیر انداختین بهش همه وسایلاتون رو بدین که البته همه وسایلاتون باید فول ندرایتی باشه تا اون بپوشه و بعد هر جا که شما رفتین ازتون دفاع کنه. درسته زامبی ها به شما حمله میکنن ولی وقتی که اون آرمورا رو میپوشه و میبینه شما باهاش مهربونین اون میره در مقابل این کریپرهای بدجنس از شما دفاع میکنه و این کریپرها رو با همون وسایل میکشه. حواستون هم باشه همیشه بهش ندرایتی بدین ها، نه دایمندی نه گلدی نه آهنی، فقط ندرایتیه که ازتون میاد دفاع کنه. دوستان همه این روش‌هایی که گفتم هم تو بدراک هم تو جاوا کار میکنه. پس به این حتما امتحانش کنیم و همه وسایل ندرایتیتون رو به دایمندی تبدیل کنید و حتی زامبیاتون هم کاری کنید که ازتون محافظت کنن و البته خوابیدن تو ندر فراموش نشه. میگم هنوز صبح نکردی؟ بدو دکمه صبح بزن تا آموزش بیشتر بذارم.